وقتی که فهمیدین که مثلا گودکیش در بابا جان فهمیدین که دیگه قدش کلان نمیشه مثلا حسیاتتون چه خیلی بود؟ اگه پدر چیز میکنه همین با گفتای هر یک آدم مثال حس میکنه که وقتی که او مثال یگان اسباب زندگی در یگان اسباب قبیله نمیتونه او حس میکنه که الکی این فرزند کسالمنده برای ما هر یک پدر میخواه که فرزند سالم داشته باشه نه که خیلی ما هم شکر میکنیم که با خداوند دیرم مثال بچینش با لایق دیده همین کسبی مثال یاد گرفته بشه با واسطه کسی نباشه مثال یاد گرفت پیش او خودش مثال دو تا دیپلم داشت خوندگی بود وقتی که آدم خوند جامعینش واسه میشود جورا او حرکت میکنه که مثال در زندگی با عذاب نکشه خیلی